میخوام از نشونه‌هایی بگم که میگه پارتنرمون از ما خوشش نمیاد. خیلی‌ها فکر میکنن تا یکی مستقیم نگفته باهاش حال نمیکنه نباید این نشونه‌ها رو به دل بگیرن و اتفاقا میرن برای تغییر این نشونه‌ها کارهای اشتباهی انجام میدن که تهش ممکنه بدترین تجربه زندگیشون بشه. اینکه این نشونه‌ها چیا هستن، چه بلایی سر ما میارن و کارهای اشتباهی که میتونیم بکنیم چی هستن رو من در همین پادکست کامل توضیح میدم. و اگه تا آخر بمونی یک روش 5 مرحله‌ای معرفی میکنم که با استفاده ازش میتونیم از این نشانه‌ها در امان بمونیم و حتی خنثیشون کنیم. بریم سراغ 3 نشانه که میگه پارتنرمون از ما بدش میاد. 1. فقط وقتی سراغت میان که برنامه دیگه ای ندارن. یعنی هر وقت جای خالی پیدا شد بهت جا میدن. ببین همه این روزا زندگی شلوغ و پرمسئولیتی دارن. هیچکس انتظار نداره یه نفر تمام وقتشو به رابطه اختصاص بده. اما تفاوت از جایی شروع میشه که طرف برای هر کارش وقت میذاره، اما وقتی نوبت تو میرسه باید منتظر بمونی. قرارات عقب میفته، ساعت‌ها پیامت بی جواب میمونه و هر بار کنسل میشی. مسئله دردناکش اینجاست که تو زمانی که میبینی برات وقت نیست ارزش خودتو زیر سوال میبری. شروع میکنی به بیشتر پیگیر شدن که در ادامه میگم این پیگیر شدن جز کارهای اشتباهه. در کل رابطه سالم جایی است که دو طرف برای خودشون وقت بسازن، نه اینکه فقط وقت اضافه هاشون رو به هم اختصاص بدن. نشونه 2 اینه که وقتی از رفتارشون انتقاد میکنی به جای اینکه درکت کنن یا خودشون رو تغییر بدن فقط توجیه میکنن. خیلی مهمه اینو بدونی، آدمی که واقعا رابطه براش مهمه ممکنه همیشه با تو موافق نباشه، اما نسبت به رنجی که ایجاد کرده بی تفاوت نمیمونه. درسته هر اختلافی به این معنی نیست که طرف آدم بدیه، اما وقتی با آرامش از احساس حرف میزنی و تنها چیزی که گیرت میاد اینه که هی باید ثابت کنی که حق داری ناراحت بشی و هیچ درکی از طرف مقابل صورت نمیگیره، اینجاست که دیگه براش مهم نیستی. بدترینش اینه که ممکنه فریبت بدن، یعنی اول بگن که اوکی حق با تو هست، ولی بعد از چند روز دوباره همون رفتار رو تکرار کنن. یعنی کلمات عوض میشه اما رفتار نه. در کل اگه براش مهم بودی کاری نمیکرد که آسیب ببینی. مورد سوم که برای هممون آشناست و اتفاقا خیلی رایجه اینه که فقط وقتی سر و کلهشون پیدا میشه که بهت نیاز دارن. حالا دیگه حضورت مهمه، اما تا نیازشون رفت شد دوباره ازت فاصله میگیرن و حتی وقتی خودت بهشون نیاز داری که ازت حمایت کنن، همدلی کنن و چند دقیقه باهات باشن، غیبشون میزنه. رابطه‌ای که قرار بود به هر دو نفر نیرو بده حالا فقط از تو انرژی میگیره. اما شناخت این نشانه‌ها بدون آگاهی از رفتارهای اشتباه خودمون در قبالشون کافی نیست. پس در این بخش رفتارهای اشتباه که نتیجهش بدتر شدن هست رو معرفی میکنم. اما قبلش بگم اگه به موضوعات روابط و توسعه فردی علاقه داری کانال رو حتما ساب کن. بریم سراغ 6 رفتار اشتباه که با دیدن این نشونه‌ها نباید انجامشون بدیم. اولین اشتباه اینه که فکر میکنیم اگه بیشتر محبت کنیم بالاخره تغییر میکنه. چون با خودمون میگیم کمبود علاقه طرف مقابل نتیجه کمبود محبت ماست. بذار بهت رک بگم، مشکل از مقدار محبت ما نیست، مشکل از جایگاهی است که ما در ذهن اون فرد داریم. میدونی محبت کردن مثل چیه؟ مثل اینه که بخوای با ریختن بنزین بیشتر ماشین رو روشن کنی که اصلا موتور نداره. ببین محبت رابطه سالم رو عمیق‌تر میکنه، اما رابطه یک طرفه رو یک طرفه تر میکنه. دومین اشتباه اینه که با خودمون بگیم حتما من کم ارزشم، یعنی رفتار یه نفر دیگر رو تبدیل به تعریف ارزش خودمون بکنیم، در حالی اینکه اگه کسی نتونه ارزش تو رو ببینه به این معنی نیست که اصلا ارزشی وجود نداره، فقط اون نتونسته ببینه. پس ارزش تو رو رفتار دیگران تعیین نمیکنه، رفتار اونا فقط نشون میده چه ظرفیتی برای رابطه دارن. سومین اشتباه اینه که به خاطر ترس از دست دادن مرزهای خودمون رو حذف کنیم، یعنی فکر کنی هرچی بیشتر کوتاه بیای احتمال موندن طرف مقابل بیشتر میشه. اما این کار نه تنها احترامتو از بین میبره، بلکه به طرف مقابل یاد میده که هر رفتاری با تو بکنه، هر بلایی سر تو هم بیاره، باز هم میمونی. جمله طلایی اینه که مرز گذاشتن آدم‌ها رو فراری نمیده، آدم‌های نامناسب رو آشکار میکنه. چهارمین اشتباه اینه که به جای گفتگوی روشن وارد قهر و کنایه شیم. قهر اطلاعات منتقل نمیکنه، فقط فاصله رو زیادتر میکنه. یعنی این فکر که اگه قهر کنم طرف خودش میاد و عوض میشه، اینا جواب نمیده. رابطه سالم با حدس زدن ساخته نمیشه، با گفتگو ساخته میشه. اشتباه پنجم که خیلی هم رایج اینه که به جای دیدن الگوها به استثناها میچسبیم.
بچسبیم. یعنی بعد از 10 بار بی‌توجهی طرف مقابل فقط همون روزی رو که مهربون بود رو به یاد میاریم. یه رفتار خوب رو تبدیل میکنیم به دلیل نادیده گرفتن 10 رفتار بدی که با ما شده. رابطه رو که نباید با بهترین روزش قضاوت کرد. رابطه رو باید با رفتاری سنجید که بیشتر روزها تکرار میشه. پس نتیجه مهم اینه که شخصیت آدم‌ها رو استثناهاشون نمیسازه، عادت‌های تکرار شوندهشون میسازه. اشتباه دردناک ششم اینه که امید رو با واقعیت اشتباه بگیریم. امید وقتی ارزشمنده که نشانه‌ای از تغییر وجود داشته باشه، اما اگه فقط قول بده و رفتارش رو تغییر نده دیگه اسمش امید نیست، اسمش تعویق انداختن یه تصمیم سخته. آگاهی از این اشتباهات میتونه جلوی مرتکب شدنش رو بگیره، اما برای محافظت از خودمون علاوه بر انجام ندادن اینا باید بدونیم چه کاری رو باید انجام بدیم. اینجاست که میخوام اون روش 5 مرحله‌ای رو معرفی کنم که با استفاده ازش میتونیم از خودمون محافظت کنیم. و اگه طرف مقابلمون شعور داشت با دیدن این 5 مرحله ممکن حتی تغییرم بکنه. اولین مرحله اینه که به جای شکایت و جنگیدن برای توجه، رفتار خودمون رو تغییر بدیم. ببین آدما بیشتر از حرفهای ما از رفتارهای ما یاد میگیرن. اگه هر بار از بی‌توجهی شکایت کنی اما باز هم همیشه در دسترس باشی، باز هم همه درخواستاش رو قبول کنی و باز هم بدون هیچ تغییری در همون رابطه بمونی، از این رفتار یک پیام به طرف مقابل میدی. اونم اینه که اصلا هم درد نداشت، همه چیز مثل قبل ادامه داره و تو میتونی همون رفتار رو با من تکرار کنی. تو روانشناسی رفتاری که هیچ پیامدی نداشته باشه معمولا تکرار میشه. پس ما باید با تغییر رفتارمون به اونا نشون بدیم که کاراشون پیامد داره. مرحله دوم اینه که مرز بذاری و خط قرمز تعیین کنی. ببین مرز گذاشتن با تنبیه کردن فرق داره ها. تنبیه یعنی تلاش کنی طرف مقابل رو اذیت کنی تا رفتارش عوض بشه، اما مرز یعنی اینکه از خودت محافظت کنی، نه اینکه اونو مجازات کنی. مرز گذاشتن میگه من دیگه تو رابطه‌ای که این الگوها تکرار بشن و این رفتارها هی ادامه داشته باشن دیگه همون آدم قبلی نمیمونم و حتی ممکنه ترکت کنم، چون نمیخوام عزت نفسم آسیب ببینه و باید از خودم محافظت کنم. ببین مرز گذاشتن مثل بستن در هنگام باران باریدنه. هدف که جنگیدن با بارون نیست، فقط نمیخوای خونت خیس بشه. پس مرز گذاشتن برای تغییر دیگران نیست، برای حفظ آرامش خودته. مرحله سوم اینه که درخواستتو شفاف بگی و انتظار ذهنخوانی نداشته باشی. هیچکس ذهنخوان نیست، حتی آدم‌هایی که عاشق هم هستن اگه نیازهاشون رو شفاف بیان نکنن ممکنه کاملا برداشت اشتباهی از هم دیگه داشته باشن. پس به جای اینکه بگی اگه دوستم داشتی خودت میفهمیدی، واضح بگو. مثلا بگو که برای من مهم هفته یه بار این برنامه رو با هم داشته باشیم. این ضعف نیست، بلوغ ارتباطیه. پس همونطور که گفتم رابطه‌های سالم با حدس زدن ساخته نمیشن، با گفتگوی شفاف ساخته میشن. حالا که خواستت رو شفاف بیان کردی میریم به مرحله 4، یعنی بعد از بیان نیاز به طرف مقابل فضا بده. یعنی دیگه مدام یادآوری نکن. وقتی مدام یادآوری میکنی دیگه نمیتونی بفهمی که اگه تغییری هم شده از روی خواست واقعی طرف مقابله یا فقط برای تموم شدن بحثه. گاهی سکوت خودش اطلاعات زیادی به طرف مقابل میده. پس وقتی نیازت رو واضح گفتی کمی عقب بایست و تماشاش کن و ببین چه رفتاری رو انجام میده. مرحله 5 تصمیم گیریه. تصمیم گیری بر اساس رفتار طرف مقابل. ببین نباید فقط به وعده ها گوش بدیم، نباید با خودمون بگیم که اگه شرایطش بهتر بشه عوض میشه، اگه استرسش کمتر بشه درست میشه، یا اگه زمان بگذره همه چی بهتر میشه. اینا همش بهانه تراشیه. اگه بعد این مراحل رفتاری رو دیدی که به سمت مثبت تغییر کرده، پس رابطه قابل ترمیمه. اما اگه دوباره هیچی عوض نشده باشه، اون وقت با تصمیم سختی روبرو هستی. و خیلی رک بگم، باید برای محافظت از خودت از این رابطه سمی خارج بشی. برای اینکه مطالب از یادت نره من کوتاه همشو جمع‌بندی میکنم. گفتیم نشانه هایی که میگه پارتنرت ازت خوشش نمیاد اینه که 1. فقط وقتی کار بهتری نداشت میاد سراغت. 2. انتقادی شنید بدون تغییر خودش فقط توجیه میکنه. و 3. زمانی سر و کلش پیدا میشه که بهت نیاز داره. در ادامه گفتیم با دیدن این نشانه ها نباید این 6 تا اشتباه ها انجام بدیم. 1. محبت بیشتر. 2. فکر کردن به این که خودمون بی‌ارزشیم. 3. حذف کردن مرزهامون. 4. قهر به جای گفتگو. و 5. نادیده گرفتن بدیهاش به خاطر یه روز خوب بودنش. و در آخر امید الکی. و در بخش پایانی 5 مرحله که بهترین رفتار ممکن هست رو گفتم. یعنی 1. تغییر رفتار به جای شکایت مداوم. 2. گذاشتن خط قرمز و مرز. 3. درخواست شفاف. 4. فضا دادن بعد از درخواست. و 5. تصمیم گیری بر اساس رفتار طرف مقابل. دوستان امیدوارم که این پادکست به دردتون بخوره. ممنون که تا اینجا گوش کردید.